کودکانی که با دستان کوچک اما پرتوانشان کارهای بزرگ و شاقه را انجام می‌دهند. این کودکان از صبح تا شام در پی به دست آوردن یک لقمه نان اند. به گفته آنان حتی برخی روزها آن را به دست نیاورده و با دست خالی به خانه می‌روند. نامم عبدالوکیل است. در اینجا کار میکنم. روزانه صبح تا چاشتیم اینجا کار میکنیم. قطع از استاد شاگرد هستیم. کودکان کارگر از نهادهای مسئول می‌خواهند برای پدرانشان زمینه کار را فراهم کنند تا آنان بتوانند دست بخوانند. دولت میخوایم دیگه کمی زمینه کار مساعد بسازم، مکتبا باز شود بخیر، مکتبا شروع شود که درس بخونیم. از دولت هم میخوانیم که زمینه کار را بر ما چی کنه که زمینه درس هم. دیگه از دولت خواهش ما می‌بوده. به باور آگاهان کار کودک خصوصا کار شاقه آنان بنابر پیامدهایش ممنوعیت حقوقی و قانونی دارد. رشد فکری و عقلیشان به کمال نرسیده، بنابراین طبعا کارهای شاقه کردن بالا اینا پیامدهای بد حقوقی دارد. بنابر آمار ارائه شده از سوی حکومت پیشین 3.7 میلیون کودک کارگر در کشور وجود داشته که 2.1 میلیون تن آنها مشغول کارهای شاقه بودند. در این اواخر شمار کودکانی که مشغول کارهای شاقه می باشد افزایش یافته است. کودکانی که نه چندان با آینده روشن مصروف کارهای شاقه می باشد. حالا سوال اینجاست: آیا امارت اسلامی برای جلوگیری از افزایش این کودکان کدام برنامه و پالیسی روی کار دارد؟ حامد مهدوی، کابل.